در پی تنش‌های اخیر در منطقه فشارها بر مهاجران افغان در ایران به گونه کم سابقه افزایش یافته است. طالبان میگویند تنها در یک روز بیش از 30,000 مهاجر افغان از ایران و از مرزهای هرات به کشور برگشتند. با آنکه سفیر ایران در افغانستان ادعا کرده همه چیز طبق تفاهم قبلی با طالبان پیش می رود، اما روایت مهاجرانی که اخراج شدند از حقیقت تلخ پرده بر می دارد. یکی از مهاجران افغان که برای پیدا کردن لقمه نان حلال به ایران رفته بود، پس از شکنجه و ضبط پاسپورتش بازگشتانده شده. حالا پرسش اصلیش از وجود دولت پاسخگو است. ما پاسپورت داشتم، ویزا داشتم، پاسپورت ما را پاره کرد. چرا؟ این گوشی ما را میده کرد. ما انسان نیستیم. چهار روز ما را لطو خوب کرد. تذکره برقی ما را زیر تایر ماشین کرد. همه چیز ما را گرفت. ما گوش وارای زن خدا فروخت، پاسپورت خدا شروع کردیم. پاسپورت ما ویزا داشت. اینجا بایومتریک چوام. اگر ویزای ما نبره ما را اینجا اعدام کنه. اگر دولتی باشه باید پرسان کنه. و صدای مرد جوان که از تکرار بی پایان چراها بغض کرده، پرسش هایی که در سکوت جهان پاسخشان تنها به ارزشی جان او است. ما دو ماه همینجا بودم، 2 ماه فقط غیرش ما را گرفت از وقت ما 10 روز در شکنجه هستیم، در ظلم هستیم. چرا ما 2 روز در ولچک چرا ویزان هستیم؟ دلیلش چی است؟ ما چی کردیم؟ ما 2 روز در ولچک رقمی ویزان بودیم. چرا نصف همشهریای ما اینجا 15 روز از خواب است 4 تاش مرده؟ چرا 4 نفر مرد؟ چرا مرد؟ جای خواب که حیوان انسان کنی، حیوان استاد نمیشه، ما انسان ها رو استاد چرا؟ نفس کشیدن نمیتونه انسان روی انسان خواست. چرا؟ حالا ما خاطر غریبی رفتیم، خاطر کار رفتیم، خاطر دیگه چرا ما رو برای شکنجه برای کار کردن رفتیم. صدها چرایی که بی پاسخ در گلوی نسل گیر کرده است که برای امید زندگی بهتر قدم به آن سوی مرز گذاشتند، اما آنچه از آن سرزمین یافتند تحقیر، شکنجه و تابوت بوده است. صدف درزاد، لندن.